سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان. خداوند قادر یکتا را شکرانه میگم برای تمام نعمتاش. البته که شکرانه خداوند کسی به جا آورده نمیتونه و به هر حال ما وظیفه داریم که از خداوند در همه حالت شکرگزار باشیم. و بعد از آن هموطنای ما، یعنی ما و شما از داخل تاجیکستان به هر یک مشکلی یا که یگان حالتایی میشه که یعنی مجبور میشیم یا که بعضی شاید که همچون بگیم سیاحت یا تماشا از وطن خارج میشوند، یعنی سفر میکنند به هر طرفی دنیا، نباشه روسیه باشه، استرالیا باشه، امریکا باشه یا که گرمانیا، یعنی که یا که برای مهاجرت، بعضی برای بسیارتر روسیه ما میریم مردم ما و شما کار کردن. و یک چیز دیگه من میخوام در اینجا برای شما یعنی گوشزد کنیم که خاطر رسان کنیم که بعضیامون در هر دولتی که سفر کردگیم و که گشتگیم دیدگیم که موزه ها دا میشاده خیلی چیزا، یا ای که بعضی بیناهای مخصوص هم هسته اگر وابسته به قدر قیمت همو اشیا یا که همو چیزای مالای. مثلا در موزه میگیم بعضن یا کتاب باشه، یعنی کتاب قدیم، یعنی چیزایی که کمیافت بسیار ارزشمند و بسیار همچون مقدس برای ما شما نشانش میتن، یا کتاب باشه یا که یگون لباس، این هم مانندی که لباس های پیغمبر هم پارچش یا که کفش یا که کاسش همون را ماندگی هنه در یک جا، یعنی جایی یا که یگون بینای تاریخی هست. من که هر مثال آوردستم که شما بفهمین یا بدونین که من چی باید بگم در ذهن شما تیزتر بیا. همونجا ده همون لباس باشه که کفش باشه که یگون کتاب باشه خیلی زنجیر میگیرن، یعنی یا که در داخل شیشه میموننش، بعد با گرچه زنجیر میگیرن یک چند متر یا 3 متر باشه یا که 1 متر باشه، یعنی تو باید با اون نزدیک نشه. فهمیدین؟ نزدیک نشه تو باید با اون. برای چی؟ برای اون چیزی اولش که قیمت بها کم یافته مقدسه. در دنیا ما داریم که مثلا اینه در چستا، یعنی قسمای حربی ده بیرق جنگی داریم ما. بیرق های جنگی هر یک قسم حربی داره و موافق همو آیین‌نامه قسم حربی تا 3 متر از همو بیرق جنگی همه خیلی زنجیر گرفتگیان. نفرها که خدمت کردین میدونین، خدمت کردین میدونن که در همو سفرهایی که همو آیین‌نامه هاشون گفتگیه که بیرق جنگی در درآمدگاهی ستاد یا که همش تبش میگیم در قسم هر یک حربی است. هر یک قسم حربی بیرق جنگی داره. او قسم حربی که بیرق جنگی نداشته باشه خیلی قسم حربی وجود نداره. حتی در آیین‌نامه انتظامیش یا که آیین‌نامه جنگیش باشه اومدگیه که اگر رفته و حمله هجوم دشمن با قسم حربی وارد شوه، یعنی صورت بگیره، باید که بیرق جنگی را یک روی مخصوص داره. همین قسم حربی ده سربازای مخصوص 24 ساعت 2 ساعتی نگهبان میستن در پیش بیرق جنگی. در درآمدگاه هر یک شتاب ستاد هست رو بر روی همو کماندیر کابینتی کماندیر قسم حربی باشه. بعضی شاید که کمترک فرق کنه. خب در همونجا یک سرباز با سلاح یعنی آماده باشی جنگی در پهلوی همون بیرق جنگی هست. 2 ساعت با ایوازش میکنن. بالاخره خلاص یک گروه سربازای بگیم که نگهبانی بیرق جنگی هن و
او گردش گفتیم تا 3 متر زنجیر پیچای و در بالای یک قولین سرخ موندگی بیرقش رو کرده و هیچ کس حق نداره که به نزد او بیا. یعنی احترامی همه بیرق جنگی، حتی بیرق جنگی مهمترین ای همه ده بگیم مقدس ترین در همون قسم حربی انا بیرق جنگی ای. خب انا نگاه کنین، ما اینجا برای شما این مثال آوردم که شما بفهمین که یعنی بیرق جنگی این مقدس ای برای قسم حربی، هر قسم حربی. و گفتیم که چندین مثال موزه یگان کارخانه بینای تاریخی ای که در اونجا چیزای تاریخی مهم مقدس موندگی و در نزدیکی او یعنی 1 متر یا 2 متر زنجیر یا که یگان خط یگان چی کشیدگی که باید با اون نزدیک نشه، نزدیک یعنی ای دور تماشاش که. و یا را برای چی مثال آوردم، ما صورت و نوار را دیدم که همین گونه ما در تاجیکستان گفتیم که مقدس داریم، مثال بیرق، نشان، پرچم. انا در پهلوی یا یک نامقدس یا ناپاک یا پیانسکا همچون امام علی عیناً انمو بیرق، انمو چیزای قیمت بها مقدس، چیزای ارزشمند هم خیلی کردگیشن. شما اگر رسانه ها را پیگیری کرده باشین از شبکه‌های دولتی گویا نشان دادن نوار خطی، ای صحیفه‌های حکومتی هم نشر شد که اکادمیای وزارت داخله که خنونده اگر کمتر به لفظ روسی بگیمش روزسک، اکادمیای جستجوی اپراتیوی یعنی روزسک تشکیل کردن، یعنی کشاده شد با میدونی که لنتابر میروه در همونجا صورت اینمی ابلیس، اینمی الکش، اینمی ناپاک نامقدس در همونجا موندگی ای پرش نشان، ای پرش پرچم دموبین با همون فرمای حربی خچه میدونین که سرفرمانده اولی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، گنرال ارتش، گنرال ارمیا دیگه هم اینمی زبانی که در دنیا پیش وجود داره، این خودش خچه داده سمزبان است. انا خیلی نگاه کنین نزدش هم خیلی قولی نه که همون دروشکای سرخ خیلی رنگ همون گفتیم که چیزایی که مقدس ترین با ارزش در هر جایی که مکانی که قرار دارن هم خیلی موندگی، صورتش هم خیلی پورتریتش هم بود هم خیلی موندگیه. ولی نگاه کنین شاید که بعضیا بگن که خیلی چونا میکنه آخه مدت چی؟ نه، این چیزی بسیار گنده، بسیار خطری کلان داره، بسیار خطری کلان داره. فراموش نکنید که یک چیزا ما را فریب کردگن تعظیم، اینم خیلی میکنیم که وقتی که هم پیانسکا را میبینیم یا که در پیش صورتش روزی میشه که امین ناپاک ممبر انمی قسم حربی دا علا که هسته با پریزیدنت با وطن صادقانه خدمت میکنه میگن الان خیلی دیگه میان در پیش صورت هیچ چیز میتین. فهمیدین؟ ای اولش که در افسرها و سربازا داخل دارد صورت این را میبینن چیز میتین میگن که سرفرمانده ای گنرال ارمی ای و ایرم بیرون از حربی، بیرون از بگیم که قسم ها و نظامی در آزادی هم ما کره شمالی را بسیارتر تماشا کردگی باشیم یا که اگر خبردار باشیم در همو پدری کیم چین اون مردگی در پیش هیکل اون میان تعظیم میکنن، هر سر پیش کار رفتنشون برای چی؟ یعنی که احترام میکنن اون را، حرمت عزتش میکنن، برای او اوجه مقدس شدگی، یعنی تعظیمی همو را سجده را در پیش همو یک افتخاری خچون میدونن، هر سحر پیش کار رفتنشون پیش یگون عمل بکنن، یعنی ای خوبشون میخیزن، یعنی وظیفه میگم جهانیشون شدگی. هم خیلی میشوه، نگه اینکه نمیشوه. برای همی این برای انمی خطر گنده بودنش، انمی عاقبت بعدش برای شما مثال آوردم که بدون اینکه این خیلی صورتش دیدگی بعضی صورتش آشکار نوشتگی مقدسات وطن،
یک طرف در سرود ملی باشه، یک طرف در پرچم باشه، مبین دهیه اشکر این مقدس نیست. شما را بدونین مردم تاجیکستان که این پیونسکا، این ابلیس، این الکش امام علی این مقدس نمیشوه. مقدس نمیشوه. مقدس یک چیزی تازه، پاکیزه و چیزی قیمت ترین. اوخی هم پیونسکا بمبرا 100 تایگه اونم بچه یا پیونسکا ایگه دور اوخی در اطراف جا گله پیونسکا ایگه دور اوخون اما میشوند. اگر خاموشی ما شما باشه چه خیلی مقدس شد میشوه. برای همی خبردار باشین که انای خیلی ما و شما را این برنامه های، این هم یک برنامه های که این هم خیلی نه این اکادمی کشوده شید. اینا در یک اکادمی دیدن، ما شما اینا دیدیم که با فردا یک اکادمی یا یک دانشگاه دیگه یا یک کارخانه گاوی میشوه، میگه که اوجا دیدین هم خیلی تگه اوجا بکنین، هم خیلی رفتن میگیره. بعد استوستا هر یک کار ایامی خورد ایامی پایان سر میشوه. همه جا که صورت شید انم خیلی نگاه کنین. ما مثال آوردم که چیزی که ما نفری که دیدگی واقعا چیزی که بسیار با ارزشه، ما با مثالتون آوردم که بیرق جنگی باشه، که کاسه پیامبر باشه، که اگون کتاب باشه، اگون چیزایی که بسیار کم ارزشن، مقدسن، واقعا قیمتن، نایافتن، همواره فقط هم تری ممکنه که همو گرچونه تری چند متر محکم کنن که نزدیک نشون نفرو. این هم خیلی کدیستن. نسلی ما بعد میه اینا از ما بگیم که ما سجدهش نمیکنیم یا پیونسکای حق نداریم ایرا سجده کنیم، سجده برای خدای بگیم. نسل آینده میه وقتی میبینه ایرا این خیلی حالت رو میگه ایرا بی چند قدام به ارزش بده. وقتی ایدنیو میره و حرام و اسفل سفلی میبینن میگن ای چند قدام به ارزش بده، ای خدمت کردی بده، ای بسیار آدم مهم بده، حتما میرن در پیشش تعظیم احترام و سرخم میکنن. برای همین خطر و این عاقبت بدی انمی کاراشا بفهمین. هر کاری میکنه ایرا نادیده نگیرین، نگین هیچ کار نمیکنم ما ایرا نمیکنیم، این نابو چون کردم گیرن، ایو خطر دارن. ما دیدم برای همین گفتم خطری به حد کلان داره.